آماده باش، چون قراره با هم وارد یه ذهن مریض بشیم. نیویورک، سال 1994. شهری شلوغ و پر از سر و صدا و همچنین جنون‌هایی پنهان. هیچکس فکرشو نمی‌کرد در دل دانشگاهی معتبر، پشت میزی پر از کتاب‌های روانشناسی، یه ذهن مریض، تاریک و بیرحم باشه. دکتر الین، استاد برجسته روانشناسی، زنی با چشمانی نافذ، گفتار و بیانی مسلط و بسیار جدی و مصمم در کار. دانشجوها همه شیفته پرستیژ و جدیتش بودن. همکاراش بهش احترام میذاشتند و مراجعه کننده های مطبش هم کاملا مطمئن بودند که بهترین دکتر روانشناسی شهر رو برای درمان انتخاب کردن. اما کسی خبر نداشت پشت این استاد علاقمند به شغلش، پشت اون لبخند آروم و پشت این شخصیت برتر دانشگاه یک جهنم داره شعله میکشه. این خانم دکتر 47 ساله تو مطب شیک و مینیمال خودش جلسات مشاوره برگزار میکرد. تخصصش اختلالات رفتاری بود، مخصوصا در آدم‌هایی که از خشونت، افسردگی و بی‌ثباتی روانی رنج می‌بردن. اون کارشو برای همه تا جلسه آخر بسیار حرفه‌ای و دقیق برگزار میکرد. اونایی که در نهایت بهبود پیدا میکردن یا به طور کامل درمان میشدن میرفتن و به کار زندگی خودشون میرسیدن. اما اگر مراجعه کننده‌ای بعد از پایان همه جلسات هیچ تغییری پیدا نمی‌کرد، اینجا تازه شروع جنایت بود، چون اون از شکست متنفر بود. اینجا تازه شروع جنایت بود و شکست جرقه جنون الین بود. دکتر الین در ظاهر از مراجعه کننده هایی که ازش ناامید می‌شدن میگذشت، اما نمی‌بخشید. اونها رو ماه‌ها زیر نظر می‌گرفت. در یک عصر با یه تماس ساده اونها رو دعوتشون می‌کرد به جایی بیرون از شهر. آدرسی که توی نقشه هم به سختی پیدا می‌شد. یه ویلای چوبی قدیمی تو دل جنگل که تا مساحت قابل توجهی اطرافش هیچ خونه‌ای نبود. از اونها با لبخند و نوشیدنی استقبال می‌کرد، اما امان از نوشیدنی‌های خانم دکتر. اونا بعد از خوردن نوشیدنی وقتی چشماشون رو باز می‌کردند با دست و پای بسته روبروی چشمانی نشسته بودند که کاملا خونسرد اما خشمگین بود. حالا دیگه نه بیماری بود و نه دکتری، اما قرار بود معاینه آخر انجام بشه. دیگه از اون زن باوقار هیچ خبری نبود. قربانی‌ها التماس و گریه می‌کردند و الین لذت می‌برد و بهشون میگفت من تمام راه‌های درمان رو امتحان کردم، اما تو نمیخواستی خوب بشی، پس باید بری. و بعد با ضربات چاقو اونا رو به قتل میرسوند. ضرباتی دقیق وسط قلبشون. جنازه ها توی پلاستیک پیچیده میشدند، از در پشتی ویلا خارج میشدند و شبونه بین درخت‌های جنگل و گودال‌هایی که از قبل آماده بودند دفن می‌شدند. نتیجه این قرارهای خانم دکتر 9 جنازه شد. 6 مرد و 3 زن. بدون سر و صدا و بدون هیچ سرنخی. انگار هیچ وقت وجود نداشتند. پلیس نیویورک تا مدت‌ها درگیر پرونده گمشدگان سریالی بود. چیزی که نمیتونست پلیس رو به یک سرنخ مشخص برسونه این بود که گمشده ها هیچ ارتباطی به هم نداشتند، نه از لحاظ سنی، نه از لحاظ جنسیتی و خیلی چیزهای دیگه. اما یک وجه مشترک بین همه گمشدگان بود، اونم این که همشون از بیماران دکتر الین بودند. اما خب هیچ مدرکی وجود نداشت. اون زن کاملا بی‌نقص عمل میکرد، به همه کلاس‌هاش میرسید، همزمان مقاله مینوشت و در سالن‌های مختلف سخنرانی میکرد. حتی پلیس بارها به آدم‌های اشتباه شک میکرد، دستگیرشون میکرد و بعد از چند روز آزادشون میکرد، اما به الین هرگز مشکوک نمیشدن. دکتر الین هیچ وقت سوتی نمیداد تا اینکه یه شب توی یک کافه ساکت کنار یک شمع نیمه سوخته الین عاشق شد
و گاهی عشق میتونه نقطه ضعف قاتل‌ها هم باشه. جردن یه نویسنده خجالتی و گوشه‌گیر بود و زمانی وارد زندگی الین شد که همه چیز تحت کنترل الین بود. اون آشناییشون توی جلسه سخنرانی شکل گرفت. یه سوال از جردن و یه جواب هوشمندانه از الین و بعد دعوت به قهوه و تکرار شدنش تو شب‌های متعدد. الین با کسی وارد رابطه نمی‌شد، اما از جردن خوشش می‌اومد. جردن نه خوش صحبت بود و نه زیاد اهل پرحرفی، اما شنونده فوق‌العاده‌ای بود و همین باعث شد که کم کم الین باهاش احساس امنیت کنه. الینی که انگار چیزی توی دلش قلقلکش میداد، چیزی که تا اون شب کذایی توی کافه توی گلوش خفه شده بود. شبی سرد اما رابطه‌ای گرم، صدای موسیقی عاشقانه و لیوان‌های مشروبی که یکی یکی پر و خالی می‌شدند، اونم به تعداد بالا. و حرف‌های الین از خاطرات دانشگاه رسید به مفاهیمی تاریک و ترسناک، به جنون و مرگ. الین میگفت و میخندید، اما خنده‌هایی متفاوت‌تر از همیشه. اون میگفت میدونی چیه؟ بعضی‌ها هیچ وقت نمیخوان خوب بشن. اصلاً انگار با درد به دنیا اومدن. بعضی‌ها رو فقط با مرگ میشه درمان کرد تا شاید آروم بگیرن. جردن سکوت کرد، اما الین ادامه داد و این بار گفت من فقط میخواستم درمانشون کنم، اما وقتی دیدم نمیشه مجبور شدم راحتشون کنم. حتی نمیتونی تصور کنی من چه چیزهایی رو دیدم و چه کارهایی کردم. و بعدش میخندید. اما برعکس الین، جردن اصلا نمیخندید و کاملا شوکه شده بود و ترس رو میشد توی چشماش دید. نمیدونست چقدر از حرفای الین واقعیه و چقدرش از روی مستیه، اما اینقدر باهوش بود که بدونه این حرفها اصلا شوخی نیست. حدود 20 دقیقه سکوت شد. بعد اون سکوت انگار الین یه مقداری به خودش اومده بود. یهو بلند شد و گفت فردا کلاس دارم و دیگه باید برم. اون شب آخرین دیدار الین و جردن بود. الین مست به خونه رفت. اما صبح روز بعد وقتی چشماش رو باز کرد روی صندلی بازجویی نشسته بود. توی اتاق نیمه تاریک و سرد با یه افسر پلیس جدی که ازش پرسید خانم الین لطفاً راجع به حرفهای دیشبتون به جردن توضیح بدید. الین اول سکوت کرد و بعد با اخم و صورتی جدی گفت راجع به چی صحبت میکنید؟ من هیچ چیزی یادم نمیاد. پلیس بارها از اون بازجویی کرد و هر بار الین خونسرد و ساکت و با جوابهای کوتاه مثل بله، خیر و نمیدونم جوابشون رو داد. اما خب دیگه این خونسردی و تسلط مثل همیشه نبود و ترس‌هایی رو میشد توی چشماش حس کرد. این بازجویی در نهایت بی جواب موند و الین آزاد شد، تا روزی که پلیس متوجه این میشه که الین یه ویلا توی جنگل داره و بدون اینکه به اون اطلاع بدن به سراغ ویلا میرن. اونا وارد خونه میشن و با ساعت‌های گشتن به این نتایج میرسند: رد خون زیر فرش، کارت شناسایی یکی از گمشدگان و یک دفترچه با خودکار قرمز. بعد از پیدا شدن این مدارک پلیس مطمئن میشه که توی این ویلا جنایاتی انجام شده و بعد از در پشتی ویلا خارج میشن و با تعداد زیادی مأمور و سگ‌های تجسس وارد جنگل میشن و هر 9 جنازه رو پیدا میکنن. 9 جنازه در 9 گودال کنار هم. و حالا دیگه خانم دکتر الین جزء مظنونین نیست، اون حالا یه قاتله. استاد روانشناسی که بیشتر از همه نیاز به درمان شدن داشت. چند روز بعد دادگاه پر بود از دوربین، خبرنگار و نگاه‌های مبهوت. پرونده‌ای که مثل زلزله کل شهر و دانشگاه رو لرزوند. و حالا خانم دکتر الین نه یک استاد محترم بود و نه یک زن باوقار. اون متهم ردیف اول یک قتل زنجیره‌ای بود.
اون در تمام جلسات دادگاه نه گریه میکرد و نه خشمگین میشد. فقط گاهی که قاضی از روی دفترچه خودش نحوه قتل‌ها رو میخوند، سرش رو پایین مینداخت و سکوت میکرد. قاضی ازش پرسید: خانم الین، شما 9 انسان بیگناه رو کشتید. آیا واقعا هیچ صحبتی ندارید؟ از سمت الین همچنان سکوت بود تا جلسه آخر. الین در جلسه آخر این جمله رو گفت: من نمیخواستم اونا بمیرن، اما اونا خودشون دیگه نمیتونستن زنده بمونن و من فقط بهشون کمک کردم. اخبار و تمام شبکه‌ها پر بود از عکس‌های دکتر الین دوست داشتنی. دانشجوها و مراجعینی که تا دیروز براش دست می‌زدند حالا با وحشت به عکس‌هاش نگاه می‌کردند. روانشناس‌های خبره زیادی از کشور وارد این پرونده شدند و گفتند الین به اختلال شخصیتی و خودشیفتگی شدید با گرایش‌های سادیسمی دچار شده بود. اون به درمان به چشم رقابت نگاه می‌کرد و اگر کسی درمان نمی‌شد احساس می‌کرد در این رقابت شکست خورده و براش قابل هضم نبود. در نهایت بعد از چند ماه کشمکش قاضی حکم رو اعلام می‌کنه: حبس ابد بدون امکان عفو. قاضی یک جمله‌ای رو به الین میگه که بسیار قابل تفکر و تأمل بود. قاضی گفت: خانم دکتر الین، شما سالها ذهن‌ها رو دیدید و مطالعه کردید، اما یک چیز رو فراموش کرده بودید که انسان قابل پیشبینی نیست، حتی خود شما. الین با دستبند و پابند از پله‌ها پایین می اومد، همچنان بدون اشک و اعتراض و بدون هیچ مقاومتی. و حالا الین باید به جای دانشگاه و مطب و به جای سالن‌های سخنرانی وارد زندان زنان ایالتی بشه. سلول شماره 42. تنها و ساکت. اون حتی در زندان هم پرستیژ خودش رو حفظ میکرد. نه غوری میزد، نه سر و صدایی میکرد و نه شکایتی. کاملا جدی و همچنان سرپا. آخرین اخبار منتشر شده از الین در زندان این بود که اون بسیار آرام و متین در زندان مشغول زندگی و حتی مطالعه کردنه و هیچ آزاری به کسی نمیرسونه. و بارها روانشناس‌های زندان خواستن با اون صحبت کنن، اما یا حاضر به گفتگو نمیشد و یا اگر هم حاضر میشد با بله و خیر جوابشون رو میداد. پرونده الین به پایان رسیده بود و اون تسلیم بود، اما مثل خیلی از زندانی‌ها به جای منتظر بودن برای رسیدن روز مرگ مشغول زندگی در زندان بود. اگر از ویدیوی امروز خوشتون اومد ممنون میشم با لایک و سابسکرایب ازمون حمایت کنید. هر هفته کلی ویدیوی ترسناک کوتاه و بلند داریم. مرموز کده.